به سادات کلاس روم خوش آمدید. همه چیز درباره گرامر حال ساده است. سیمپل پرزنت. دو نوع حال ساده وجود دارد: حال ساده با افعال بی، حال ساده با بقیه فعلها. حال ساده با افعال بی، منظور از افعال بی افعال SMR می باشد. در جملاتی که منظور شما بودن هست و کسی یا چیزی از افعال بی استفاده می شود. برای مثال اگر می خواهید بگویید یک دانش آموز هستم، می گویید I'm a student. برای منفی کردن از not استفاده می کنیم: are not, is not, am not. یا به طور مثال isn't, aren't, am not. حال بگویید او دانش آموز نیست: she isn't a student. افعال بی برای ضمایر اشخاص مختلف به صورت زیر می آید. برای I am می آید I am a student. برای he و she is می آید she is a student. برای you we they are می آید they are a student. همچنین برای it is می آید it is a dog. برای سوالی کردن جملات با افعال بی کافی است جای فعل بی و ضمیر را عوض کنیم و علامت سوالیه را در پایان جمله قرار دهیم. برای مثال شکل سوالی You are a student اگر بخواهیم به سوالیه تبدیل کنیم Are you a student؟ سوالاتی که با افعال SMR پرسیده می شود yes no question نامیده می شود، یعنی جواب بله یا خیر است. مثال Are you حمید؟ آیا حمید هستی؟ Yes I am. بله هستم. No I am not. نه خیر نیستم. موارد استفاده حال ساده برای کارهای روزمره و روتین زندگی مثل بیدار شدن از خواب، غذا خوردن، سرکار رفتن و غیره. برای کارهایی که عادت به انجامش داریم، مثلا من عادت دارم شبها سریال ببینم. برای کارهای متناوب و در زمان مشخص انجام میشه، مثلا من همیشه دوشنبه ها فوتبال بازی میکنم. در جملات حال ساده نوع دوم فعل هایی که بر انجام کار خاص دلالت می کند استفاده می شود. مثال go, wake up, watch, tell. این افعال برای اشخاص I, you, we, they یکسان می باشد و در حال ساده استفاده می شوند. برای اشخاص سوم شخص مفرد he, she, it با افعال باید s یا es اضافه شود. به مثال های زیر توجه کنید. I wake up at 8 o'clock. من ساعت 8 بیدار می شوم. They watch TV. آنها تلویزیون تماشا می کنند. She wakes up at 9 o'clock. او ساعت 9 بیدار می شود. برای سوالی کردن از افعال کمکی do does استفاده می کنیم. برای منفی کردن از don't doesn't استفاده می کنیم. از do don't برای ضمایر I, you, we, they استفاده می شود. از does or doesn't برای ضمایر he, she, it استفاده می شود. نکته مهم: در حالت سوالی و منفی فعل ها در حالت ساده استفاده می شود، یعنی s یا es حذف می شود. You wake up at 9 o'clock. تو ساعت 9 بیدار میشی. Do you wake up at 9 o'clock? آیا ساعت 9 بیدار میشی؟ You don't wake up at 9 o'clock. تو ساعت 9 بیدار نمیشی. He speak English. او انگلیسی حرف میزند. Does he speak English? آیا او انگلیسی حرف میزند؟ He doesn't speak English. او انگلیسی حرف نمیزند. در پست های قبل راجع به yes no question صحبت کردیم. به جز این سوالی ها می توان از WH word ها استفاده کند و در مورد جزئیات سوال بپرسد. when کی، where کجا، what چی، who کی، how چطور. You are حمید. تو حمید هستی. Are you حمید؟ آیا تو حمید هستی. Who are you؟ تو کی هستی. You live in زنجان. تو در زنجان زندگی میکنی. Do you live in زنجان؟ آیا تو زنجان زندگی میکنی. Where do you live؟ کجا زندگی میکنی. قانون اضافه کردن s, es, ies با آخر فعل ها. اگر حرف پایانی فعل ها یکی از حروف ch, sh, s, x باشد با آخر فعل es اضافه می شود. مثلا watches, finishes. اگر حرف پایانی y باشد و حرف
مقابل آخر یک حرف بی صدا باشد باید وای را حذف و IES اضافه کنیم. مثلا study studies. بقیه فعل ها اس می گیرند. works lives. این سه فعل را یعنی wash cook کرای را SES IES اضافه کنید و در کامنت بنویسید ببینم که درس را فهمیدین یا خیر.